اینجا قیمت چند بار سعی کرده EMA 200 رو بشکنه و یک حرکت صعودی رو دنبال کنه. ما با توجه به این الگو وارد ترید شدیم. دقت کنید، این الگو نگاه کنید، قیمت میخواسته بشکنه، نتونسته، اومده پایین، اینجا شکسته، مرحله بعد درصد شکسته. وقتی EMA شکسته یک روند صعودی شروع میشه و ما EMA 200 خط بنفش بهترین به اصطلاح معیار برای تصمیم گیری و ورود این قیمت، شک نکنید EMA 200 رو خواهد شکست. این اولین سودمون. خب من سعی میکنم یک بار دیگه اینجا یک ترید منتظرم EMA 20 این خط آبی که ضخیم‌تره یک گارد صعودی بگیره. وقتی گارد صعودی گرفت ببینید فشار فروش داره هر لحظه کمتر میشه. من مجددا یه پوزیشن دیگه اینجا باز میکنم، صبر میکنیم این نتیجه چه خواهد شد. خب با توجه به الگویی که رسم کردیم ببینید اینجا ما همچنان فشار خرید را بیشتر از فروش میبینیم. کندل‌های سبز ما بر کندل‌های قرمز غالب شدن و من طبق اون تحلیل که عرض کردم به سود رسیدم. موفق باشید.